گلچین هفته. سلام. 52مین برنامه گلچین هفته را با پیش درآمدی در سگاه آغاز می‌کنیم. این پیش درآمد را گروه شهناز با همکاری هنرمندان جلیل شهناز، اصغر بهاری، محمد حیدری، امیر ناصر افتتاح و بهزاد فروهری اجرا کردند. ترسم که اشک در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. همایون خرم بر روی ابیاتی از این غزل حافظ آهنگی ساخته که فرامرز پایور آن را برای ارکستر تنظیم کرده و با صدای اهدیه میشنوید.
ترانه پرده اشک را با اجرای گروه هنرمندان فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور شنیدید. جام دران یکی از گوشه‌های بسیار زیبای آواز است که در بعضی از مایه‌های موسیقی ایرانی از جمله بیات اصفهان خوانده می‌شود. در برنامه امروز شجریان همراه تار جلیل شهناز جام دران را خوانده است.
ترانه داریم با صدای سیما بینا. این ترانه را احمد رضا محسنی بر روال آهنگ‌های محلی پرداخته و گروه مفتاح اجرا کرده است. ترانه رفتم را با صدای سیما بینا شنیدید. حالا گوشه‌هایی از افشاری را با کمانچه استاد اصغر بهاری بشنوید.
ترانه قدیمی امان از این دل را که شعر و آهنگ آن ساخته استاد امیر جاهد است، با صدای خواننده جوان سروش ایزدی میشنوید.
آهنگی داریم از اسماعیل مهرتاش به نام آهوی وحشی بر روی شعر حافظ که فرامرز پایور آن را برای ارکستر تنظیم کرده است. آهوی وحشی را با صدای شهیدی میشنوید.
طریقی بر نمیگیرد، زهر در میدهم پندش ولی کم در نمیگیرد. بیا ای ساقی بامون را، بیا بر باده رنگین، که فکری در درون ما از این خوشتر نمیگیرد. میان گریه میخندم که چون شمع در این مجلس زبان آتشینم هست، لیکن در نمیگیرد. یا چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را، که کس آهوی شیر را از این خوشتر نمی‌گیرد، که کس آهوی شیر را از این خوشتر اسدالله ملک قطعه‌ای برای ویولن و ارکستر نوشته به نام گریه لیلی که استاد جواد معروفی آن را تنظیم کرده و خود آهنگساز همراه با ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران آن را نواخته است.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. شادروان روح الله خالقی بر روی این شعر زیبای رودکی آهنگی ساخته که مرضیه و بنان به اتفاق آن را خواندند.
است و بخار بوز تو جوی مولیان یاد یار مهربان بوی جوی مولیان یاد یار مهربان آید همین بوی جوی مولیان یاد یار مهربان آید همین برنامه گلچین هفته را با رنگ ماهور به پایان می‌بریم. این آهنگ را فریدون شهبازیان ساخته و ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری آهنگساز آن را اجرا کرده است. پنجاه و دومین برنامه گلچین هفته در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.